میگویند که اگر در دنیا بعضی کسان نمی بودند و برای در جاده موفق شدن بعضی دیگر حامی نمی شدند، شاید شمار اهل ایجاد و اهل علم به انسان نمی رسید و زندگی یک رنگ باقی می ماند. در واقع نقش بزرگان، استادان و والدان در زندگی هر روزه هر یک ما روشن است، زیرا زمینه هستی ما را آنها بنیاد کردند. امروز از پیراهای زندگی بانوی قصه می کنیم که همیشه مصلحت‌های پدر بزرگوارش را لوای زندگیش دانسته است. کارمند شایسته تاجیکستان، دکتر علم‌های اقتصادی، پروفسور گلما قادیرова زاده ناحیه بلجوان است. او در این مکان زیبا در عائله مرد دانشمند و کاردان به دنیا آمده است. از روزگار کودکی یادداشت‌های شیرین دارد. دهه ما بسیار دهه گویم خوشمنظره بود که در آنجا بود و هوا بنهایت گویم که آفتابی رو کم می‌دیدیم، چون که بسیار دهه بود که درختان بسیار داشت و تا حاضر تمامی مردم به ناحیه بلجوان گویم که یک دهه بود که با نام سر خسار تا حاضر مردم با آنجا سیر و تماشا می روند، دمگیری می روند. دهه جای سیاحی هم گویم خطا نمی کنیم. گلما قادیرova میگوید طبیعت زیبای دیارش را در هیچ گوشه عالم ندیده است، زیرا هیچ یک گوشه افسانوی نکهت گل و گیاهای تاجیکستان عزیز را داده نمی تواند. زمان نورسی گلما در ناحیه بلجوان، ناحیه واسع و شهر کولاب می‌گذرد، زیرا با امر تقدیر هرگاه پدرش را برای فعالیت به این و یا آن ناحیه دعوت می‌نمودند، اهل عائله همیشه همراه قبله‌گاه سفر می‌کردند. با مرور زمان پدر بزرگوارم رو که در آن دهه به حیث رئیس کلخوز شده کار میکردند آمده به ناحیه واسع آمدند و از دهه‌ای که در آنجا همه سویگی بود و خوشمنظره و زیبا بود، آمدیم به رایونی که در اینجا گرمیش بسیار بود و در اینجا ما گوییم که با صنف دوم در همین ناحیه واسع مکتب نو شامل شدیم و با مرور زمان باز پدر بزرگوارم رو که کجای با کار تعیین میکردن ما با شهر کولاب رفتیم و در شهر کولاب چند مدت زندگی نمودیم. اساساً لحظه کودکی رو در یک محیط آسوده و آرام گذراندیم، چون که پدر بزرگوارمون خود آرام طبیعت بودند. گپی بلندی به ما تا حال نگفتند و فقط تاکید میکردند که در کجای باشید اگر خواهید که صاحب احترام باشید باید که پیش از همه با دروغ رو نآورید. سالهای مکتبی را نیز گلما در 3 مکتب، یعنی مکتب‌های سری خاسار، واسع و شهر کولاب سپری کرده است. او میگوید هر یک معلم مکتب برایش عزیز است، زیرا برای تربیت او آنها زحمت کشیدند. در سر خسار بود. مکتب به نهایت یک مکتب خورده بود که اگر مقایسه کنیم با این سالها خیلی هم مکتب خورد بود، لیکن فضای آزادی تازه استادای با تمکین و دانشمند بودند. این چونین وقتی که صنف یک رو در سر خسار به اتمام رسانیدم آمدم به ناحیه واسع. در اینجا هم معلمای بسیار با تجربه بودند، معلمای بودند که همیشه به ما درس‌های خوب میگفتند. معلم اولینی که من رو درس داده است
دفعه زیرا در قید حیات هستند. بسیار از اون من چیزهای نغز رو آموختم و همه تجربه زندگی رو هم از همون معلم آموختم. انتخاب کسب برای گلما در حلقه عائله انتخاب می شود. پدرش که داننده خوب اقتصاد بود، از دانش و ملکه فرزندش آگاهی داشت و این خاطر ادامه تحصیل را برایش در دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان توصیه می دهد. همین طریق گلما تیر ماه سال 1989 به شهر دوشنبه آمده و شعبه روزانه فاکولته به حسابگری مالیوی به اختصاص اقتصادچی دانشجو می شود. راستی که پدر بزرگوار خود که اقتصادچی بودن، ما عائله همه فرزندان گویم که با روح پدر قسم فرزندان اقتصادچی و قسم فرزندان حقوقشناس شدیم. من از جمله کسب پدر رو آموختم که اقتصادچی شدم. سالهای دانشجویی با چسب و تلاش در راه علم آموزی می گذرند. گلما در دانشگاه دوستان زیاد پیدا می کند. به خاطر آنه که دانشجوی فعال بود، استادان نیز برایش احترام داشتند. تانا من گلما قادرова را از زمان دانشجوییشان میشناسم. بسیار یک زنی فعالی، یک خصلت خاصی دانشمندانه دارند و یاد دارم هنوز سالهای 90 اصلی گذشته کدام واخوری که ما نمیکردیم، این کس با سوالی که استاد من در همین راه علمی هم تا اینجا آمدم و چی کار کنم و چی باید کرد. دانشگاه را با دیپلم اعلا ختم می کند. آن هنگام او کیها داننده خوب اقتصاد بود. به این خاطر استادان نمی خواستند که گلما به دیه برگردد. آنها پیشنهاد می کنند تا او در کافدرا ماند و به راه علم گام گذارد. وقتی که دانشگاه ملی را با دیپلم اعلا ختم نمودم، من را آموزگارانی با تجربه، پروفسوران نامی دانشگاه ملی با دهه‌ای که من مکتب میانه را ختم کردم مکتوب روان کردند و گفتند که فرزند شما را ما به حیث معلمه دانشگاه میگیریم. خود حیران شدم که من آخر اقتصادچی تمام کردم، من چخیل به حیث معلمه کار میکنم. اما پدر بزرگوارم نصیحت پدرانه کردند که از همه کسب پرشرف در زندگی این معلم است. دخترم تو اگر که خواهی که دعای من رو گیری، گپ من رو رد نمیکنی و هر کس رو به دانشگاه این با نفوذ و به حیث معلمه نمیگیرند و تو باید که معلمه شوی. و بعد من به معلمی رو قرار دادم و پیشه کسب خود کردم. معلمه گلما قادرова رو من از دوره دانشجویی میشناسم. وقتی که ما در کورس سیوم در دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکردیم، از فن تحلیل اقتصادی و اودیت درس میگفتن و این اولین خاطرات من با معلم است که در آنجا همچون استاد و ما همچون دانشجوی طالب علم شناس شده بودیم. و خصوصیت های فرق کننده معلمه از دیگر استادایی که در ما تعلیم دادن در آن بود که وقتی که درس های عملی میشد بیشتر معلمه سپارش میدادن که ما نه از آن موادهایی که به طریق لکسیونی درس گفتن در درس های عملی استفاده بریم، بلکه باز ادبیات عالمان خارجی را نیز سرچشمه‌های علمی عالمان وطنی و خارجی را استفاده کنیم. گلما قادرova فعالیت مهنتی خود را از سال 1994 به حیث اسیستنت کافدرای به حسابگری بوغالتری فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان آغاز نموده است. سالهای 1994 2006 به حیث اسیستنت کافدرا و از سال 2006 تا 2010 به حیث معلم کلان کافدرای به حسابگری بوغالتری فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان کار کرده است. در این هنگام در تربیت نسل نورس سهم گذاشته است. مرا نگفته های پیشوای معظم ملت
محترم امام علی رحمان به نهایت روح بلند نموده است که گفتند که زن این نیروی پرقوت جامعه به حساب می رود. زن این حیات بخش انسان می باشد و باید ما با زنها ارج گذاریم. با همگان معلوم است که در اویله از همه پرمشقت ترین کار این بهوده زن است. به همه این نگاه نکرده من با هدایت با روح بلندی اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت به همین قله‌های بلند موفق شدم، چون که در هر یک برآمدشون، در هر یک پیامشون نسبت ما زنان سخنهای پدرانه ارائه می نمایند که ما از این روح بلند می شویم. سال 2010 رساله نامزدی خود را زیر عنوان اساسهای تشکیلی، اقتصادی، تشکل و رشد مارکتینگ در خواجگی قشلاق جمهوری تاجیکستان دفاع نموده است. سالهای 2010-2015 به حیث دادسنت کافره تحلیل اقتصادی و اودیت دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 2015-2019 دکانی فاکولتت به حسابگیری اقتصادی دانشکده صاحبکاری و خدمت، سالهای 2019-2020 معاون رکتور عاید به کارهای تعلیمی دانشکده صاحبکاری و خدمت، سالهای 2020-2021 خادم علمی پژوهشگاه روندهای سیاسی، دیپلماتیا و مسائل جهانی شوی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سال 2021 این جانب در وظیفه مدیر کافدره منیجمنت اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار می‌کند. روز وقتی که ما به جامعه تاجیک نظر میکنیم میبینیم که اگر حساب کنیم قریب از 5 میلیون، زیاد از 5 میلیون زن و اگر جوانان را بیرون بروریم از زیاد از 3.5 میلیون زن همگی در تاجیکستان تقریبا زیاد از 150 زن دکتری علم هستند. این نشانه اون است که این گونه انسان‌های نادر این انسان‌هایی هستند که در رشد خود موفق شدند و با آینده جامعه تاجیک یک اساسگذار هستند. یعنی که در علم، مخصوصا در علم به حسابگیری اداروی، این بسیار چیز مهم است که هنوز سالهای 80 عصر گذشته در زمان شوروی مسائل اداره‌کنی راهبری، به حسابگیری اداره‌کنی راهبری یکی از مسائل زمانی همان زمان بود و امروز ببینید که در 40 سال این چیز با خوشبختانه تاجیکان امکان پیدا کردند که در اینجا مقام خود را گذارند. با معلمه گرامی قدر گلما قادیرова و ما تا چند سال است که در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنیم. در سیمای این مادر دلسوز، این استاد صاحب تجربه، این آموزگار خیلی دلسوز و فقیه، من پیش از همه یک شخصیت وطن دوست، میهم پرست، خویشتن شناس را میبینم. هنگام فعالیتمون که این زمان نیست با معلمه در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار میکنیم. معلمه یک خصلت به خود خیلی عجایب رو دارد. با کل کارمندانی که در اکادمی فعالیت میکنند یک مناسبت خوب، مناسبت دوستانه، مناسبت خواهرانه، مادرانه دارد. ما طول فعالیت با معلمه عزیز در فاکولته اداره‌کنی دولتی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با خلاصه آمدم که در حقیقت معلمه فعالیت خوبی پداگوژی را آغاز نموده، در طول فعالیت خود به نسل جوان تعلیم و تربیت مفید پیشنهاد نمودند. نگفته نماند که معلمه عزیز در دوام فعالیت خود از استاد عادی سر کرده تا به درجه همچون نایب رکتور کار و فعالیت نموده، در تعلیم و تربیت نسل نورس فعالیت کرده، سهم ارزنده خویش را گذاشته است. اصلا من معلمه قادیرова گلماه را
از سالهای پیشین در دوره‌ای که در دانشگاه ملی کار فعالیت می‌کردم غایبانه می‌شناختم و با معلمای عزیز از سال 2020 این جانب وقتی که با اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با کار آمدن از نزدیک شناسایی پیدا نمودیم. اولین شناسایی ما با معلمه در یکی از جلسه‌های نزد دیرکتور بود و در چهره معلمه من در سیمای معلمه من پیش از همه یک زنی بسیار یک باعفت، یک زنی دانشمند، یک زنی خاکسار را دریافتم و خطا هم نکردم که در حقیقت چنین خصلت‌هایی که من گفتم این یکی از خصلت‌های اساسی و اصلی معلمه هستند. معلمه در برابر آنی که یک عالمه هستند در تعلیم و تربیه دانشجویان فرزندان سهمی با سزای خود را میگذارند، همزمان در دوستی بسیار یک دوستی وفادار هستند، صادق هستند و در حالت‌هایی که حالت می شود که یک مصلحت می شود، یک مثلا مشورت لازم می شود، من حتما که به معلمه مراجعت می نمایم و باوری دارم که مصلحت‌های خوب را نیز میگیرم. معلمه از دید نگاه من دو مکتب بزرگ دارند، یکی مکتب خودشناسی ملی است و دیگر مکتب انسانشناسی است و در اودیتور وقتی که وارد شدن درس گفتن، وقتی که یک جوان میبینن که لیاقت دارد، توانایی و قدرت علمی دارد، حالان سفربر میکنن، دستگیری میکنن، راه نشان میدن برای جلب آن جوان در تحقیقات‌های علمی آینده. مکتب خودشناسی در آن است که یکی از خصوصیت‌های فرق‌کننده معلمه در آن است که در برابر زن بودن و مادر بودن و عالم بودن همچنین با یکی از نمودهای ورزش یعنی بازی شاهمات مشغول هستند و در آزمون‌های سطح بین‌المللی جمهوری اشتراک میکنند، سزاوار جایهای فخری گردیده هستند که این یک گویم که عملی هست که برای ترغیب تشویق ورزش ملی و تشکل خودشناسی ملی جوانان نمونه عبرت است. در این هنگام همچون متخصص ساحه بهر معرفی علم تاجیک با سفرهای خدمتی به امریکا، ایتالیا، فرانسه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و دیگر کشورهای دور و نزدیک سفر نموده است. معلمه گلما قادرова همچون زنی دانشمند برای شاگردان خود نمونه عبرت می باشد. زیرا در هر کشوری رفته است فرهنگ و تمدن گذشتگان خویش را پاس داشته است. زیاده از 10 تا کتاب و وسایط تعلیم و زیاده از 70 مقاله ها در چندین کنفرانس داخلی و بیرونی برآمد کردند. حتی چندین سال باز قریب 20 سال باز مسائل هم راهبری جانشین رکتور بودن در دانشگاه صاحبکار، هم راهبری یک کافدره بزرگ را به عهده دارند که این نشانه از اساسگذاری به آینده نیکی ملت تاجیک است. از طرف دیگر وقتی که ما با خود رشد انسان نظر میکنیم، البته هر یک عائله، هر یک فرزند، هر یک انسانی که امروز میخواهد در جامعه سالم باشد آرزوی چنین مادر را دارد. یعنی که چنین مادری که تربیه 4 فرزند را ما دائم میپرسم، میگم فرزندان من با دیپلم اعلی مکتب عالی را ختم کردند. معلمه در بسیار چورابینی هایی که در یک جایگی با مرکز آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان دایر میکنیم، برآمدهای پرمحتوا اوید به رشد اقتصادی ملی برآمد میکنند، برآمدهای خیلی علمی جالب میکنند. همچون آموزگار، همچون عالم، معلمه در رشد اقتصادی ملی خیلی قدم های استوار میگذارند. به نزدیکی معلمه باز عنوان دکتر علم های اقتصادی رو به دست آوردند که البته این افتخار برای یک نفر بانو، برای یک نفر زن است و معلمه گلما قادرova در رشد علم تاجیک، در آماده کردن کادرهای بلند اختصاص ساحه اقتصاد خیلی کارهای نظررس رو انجام داده است.
هر یک کسب کار در اول یک قینی و یک مشقت دارد. این از خود شخص وابسته است. من به همه همین مشقت ها رو پس سر کرده از خود راضی هستم که بسیار شاگردان رو در این ساحه تربیت نمودم و تربیت نموده ایستاده‌ام. سال 2024 رساله دکتری خود را در موضوع تشکل نظام به حسابگری محاسبی سوبیکت‌های خواجگیداری در شرایط همگرایی اقتصادی بین المللی دفاع نموده است. او یکی از بانوان موفق است که غمخوری‌های پیشوای ملت را گرامی داشته بهره رشد علم تاجیک و تربیت نمودن متخصصان ساحه تلاش می‌نماید. برای ما تمامی شرایط ها رو مهیا کرده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دیگر دوره پیش نیست. ما با تمامی ادبیات ها چی وطنی باشد چی خارجی دسترس هستیم. ما آزاد هستیم. ما می توانیم که در راه علم رشد و نمو نماییم. کدام راهی که نباشد این از خودی همون زن وابسته است. نه وابسته از اونی که خیلی که در بالا گفتیم گرچنده که کاری پرمشقت ترین این کاری زن است، لیکن باید یک وقت بیاید جدا کند برای آینده خود، برای آینده فرزندان خود باید که در راه علم و معرفت را پیشه خود نماید. او مؤلف 30 کتاب و وسایط علمی، 5 مونوگرافیا و بیش از 150 مقاله های علمی می باشد که اکثرشان در ژورنال های بین المللی روی چاپ آمدند. خدمت های صادقانه گلما قادر و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته و عنوان بلند کارمند شایسته تاجیکستان و همزمان یک قطار افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی شدند. او صاحب عائله نمونه‌ای است. برادران و خواهران و فرزندانش در جاده‌های گوناگون بهره رشد تاجیکستان عزیز خدمت می‌نمایند. امروز با شکرگزاری از تقدیر و طالع و استقلال ملی پیوسته به تعلیم و تربیت مشغول است. امید دارد که شاگردانش همچون فرزندان صادقی وطن بهره رشد جمهوری عزیزمان سهم می‌گذارند.